استاد به چه خاطر امروز گروه‌های افراطی از نام یا واژه دین استفاده کرده فعالیت خود را پیش میبرند؟ در حقیقت گروه‌های افراطی و هم‌مسلکانشون و پیروانشون با نام دین اسلام صدا بلند میکنند به اون خاطری که پیرو بسیار پیدا نماید. اگر آنها با شعارهای دیگر مردم یا که جوانان رو جلب کنند، هیچ کس و آنها باور نمیکنند و از آنها پیروی هم نمیکنند. به همین خاطر متاسفانه با نام دین و دیانت به مردم خطاب میکنند، به جوانان ما خطاب میکنند و از حسب بودن سطح معرفتی بعضی از جوانان ما سوء استفاده میکنند. گروه های افراطی و هم‌مسلکانشان یا که اون نفرانی که به گروه های افراطی پیوستند و از آنها پیروی میکنند. خوشبختانه در دوران استقلالیت در جمهوری تاجیکستان یک قطار قانون ها و یک قطار سندهای معیاری حقوقی قبول گردید که پیش راه پیوستن بعضا از جوانانی که سطح معرفتی دینی و دانش و علمی آنها پست هست پیش روی چنین پدیده نامطلوب را بگیرد. از جمله میتوان اینجا اشاره کرد به استراتژی مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم برای سالهای 2021 و 2025. این چنین پیش از این قبول شدن این سندی مهم باز هم سندی که استراتژی مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم برای سالهای 2016-2020 بود که منفعت خود را رسان و آن هدفهایی که از برای آن این سندی معیاری حقوقی قبول گردیده بود جامعه عمل پوشانید. از طرف دیگر قانونی های دیگر از جمله قانونی گرفتن پیش روی جنایتکاری یا که سودای آدمان، قانون جمهوری تاجیکستان درباره یعنی که سودای آدمان و پیشگیری این پدیده های نامطلوب، همه این سندهای معیاری گواهی از آن میدهند که جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای پیش قدم ترین در این زمینه هست، مخصوصا گرفتن پیش راهی فکر و اندیشه گروه های افراطی و پیوستن جوانان به این حزب و حرکت هایی که امن و ثبات و صلح و صلاح جامعه را خللدار می سازند. این چنین جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای پیشرفته است در این زمینه و مخصوصا اولین جمهوری که اولین کشوری هست که از کشورهای پس و شوروی که چنین اقدام مهم رو پیش گرفته است. این روزها میبینیم اقدام های حکومت جمهوری تاجیکستان و اینچنین پیشنهادهای رهبریت عالی کشور در سازمان های بین المللی آید به صلح و ثبات، آید به تروریسم، اکستریمیسم و گرفتن پیش روی چنین پدیده های نامطلوب قبول شده ایستاده است و در جهان معاصر با این پیشنهادها و با این سندهای معیاری که قبول شده ایستاده‌اند عمل کرده ایستاده‌اند. زیرا منفعت جهانی دارد، منفعت عمومی بشری دارد. این چنین قید کردن به مورد است که در کشور ما دیگر سندهای معیاری هستند و مانند قانون جمهوری تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی که این روندی یعنی علاقه شهروندان با دین و دیانت را تنظیم می‌کند. این چنین پیروان دین‌ها در کشوری دموکراتی حقوق بنیاد و دنیوی آزادانه پیروی از دین‌های خود کرده ایستاده‌اند. تحملگرایی به سبب این قانون در کشور ما افزایش یافته ایستاده است و حرمت و احترام گذاشتن به فکر و اندیشه و دید به دین و دیانت دیگر شهروندان نهایت در حالت خوب است. از طرف دیگر سند دیگری که میتوان اینجا اشاره کرد و جامعه عمل پوشان به هدفهای خود این کنسپسی سیاست دولتی در ساحه دین است. مقصد از قبول گردیدن این سندی مهم که کنسپسی سیاست دولتی در ساحه دین در آن این ایکاس می‌یابد که آن شهروندانی که پیروی از یک مذهبی معین می‌کنند، برای مثال همچون مذهبی امام ابو حنیفه
میتوانند پیروی از مذهب خود کنند که پیروان دیگر مذهب ها هستند، دیگر دین ها هستند، یعنی که پیروی از همون دین خود کنند و با گروه های افراطی فکر و اندیشه های گروه هایی که ارتجاعی هستند دعوت به اکستریمیسم و تروریسم می نمایند و به آنها نپیوندند و در شرایط جهانی شوی و در شرایط معاصر توانند یعنی که این طلبات های معنوی خود را به جا آورند و همه انسان محتاج است چطوری که ما نیاز به مادیات داریم، همچنین بعضی پهلوی دیگر هست که انسان در شکل انسان حاجت دارد، نیاز دارد و بعضا طلبات های معنوی از جمله یعنی که قانع ساختن جنبه های روحی انسان. با این وسیله یعنی که با عبادت کردن با طبق مذهبی که هست پیروی کردن انسان میتواند طلبات معنوی خود را یعنی که چیکار کند به راه ماند و از طرف دیگر روح خود را طلبات روح خود را به جا آورد. این هم بسیار مسئله مهم است. خوشبختانه قید کردن به مورد است که جوانانی که خودآگاه هستند، خودشناس هستند و تندرست هستند میبینیم پیروی از این گروه‌های افراطی نمیکنند، فکر اندیشه آنها را دستگیری نمینمایند، بلکه با فرهنگ نیاگان خود، با مذهب و با دین اجدادی خود پیروی نموده فرهنگ نیاگان را احیا میکنند. این از آن درک میدهد که سطح علم و پیوستن جوانان ما به علم و معرفت روی آوردن و آزمون‌هایش ایستاده است. کشور ما خوشبختانه در دوران استقلالیت و در فضای صلح و ثبات و آرامش کشور روی آورده ایستادن. معنای آن را دارد که جوانان ما یعنی بیشتری آنها فکر و اندیشه های غلط و نادرستی که و دین نسبت داده می شود آنها را نمیپذیرد و اشتراک کردن آنها در آزمون ها، در مسابقه های علمی شهادت از آن می دهد که جوانان ما علم دوست هستند، معرفت پرور هستند و در ساحه علمی معرفت سعی و تلاش می ورزند. تنها بعضا از دشمنان انسانیت که هستند بهر منفعت های شخصی از شبکه های اینترنتی سوء استفاده بوده، بعضا از جوان ها را می خواهند گمراه کنند و خوشبختانه با اطمینان کامل اظهار داشته میتوانیم که جوانانی که استفاده مناسب را از شبکه های اینترنتی و از تکنولوژی معاصر میبرند به این گروه ها نمیپیوندند. تنها وسیله اساسی گروه های افراطی این پهن نمودن خبرهای بردرو، فکر و اندیشه های بردرو که نسبت به دین و دیانت میگن اونها رو پهن میکنند در شبکه های اینترنتی و در واقع دین و این فکرها رو نمیپذیرد. جوانان ما آگاه شده ایستادن و این راه ها رو ترک کرده ایستادن. این چنین قید کردن به مورد است که ما هر یک فکر و اندیشه وابسته به دین هست پیش از اون که باوری کنیم اول به دلیل اون بنگریم. بعضی از جوانانی هستند دلیل را اهمیت نداده زود باور هستند و با بعضی از فکرهایی که ضد انسانیت است و ضد بشریت است و ضد جامعه است زود باور میکنه. پس میباید ما رو پیش از اون که یک فکری رو با خود گیریم در ذهن خود جایگیر نماییم اول دلیل های این اندیشه و این عمل رو ما پیگیری نماییم که آیا درست هستند یا نادرست هستند. یک قاعده است میگه پیش از اون که به چیزی میخوایم عمل کنیم اول دلیلش رو ببینیم. اگر دلیل داشته باشد دلیل صحیح درست باشد یعنی که علما اساسناک باشد پیروی کن، اگر علما اساسناک نباشد پیگیری نکن. به همین خاطر هم پیش از آن که ما شما عملی را انجام میدیم از روی این قاعده عمل کنیم، یعنی اول دلیل رو ببینیم. اگر دلیل درست باشد عمل میکنیم، اگر دلیل نادرست باشد پس ما شما رو ضرورت از این فکر و اندیشه ها یعنی که دست کشیم و با آنها عمل نکنیم. این چنین کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در حدود صلاحیت های خود اوید این مسئله ها سمینارهای علمی نظریوی برگزار کرده شده است در حدود جماعت های شهر و دهات، شهر و ناحیه ها حتی جمهوری
یعنی که مجلس ها کنفرانس ها سمینارها برگزار کرده شده است بهر یعنی که پیشگیری چنین پدیده های نامطلوب یعنی که پیگیری نمودن از گروه های افراطی و در این سمینارها اهل زیاد دانشمندان شخصان متخصص تجربه دیده روزگار صحبت و برآمد میکنه و خطر این گروه ها رو برای فرد برای عائله برای جامعه و برای جامعه بشری و تمام انسانیت اظهار می‌دارند که نهایت منفعتی بزرگ دارند. اینجوری با واسطه مجله هایی که در کمیته هست این چنین واحدهای زیر ساختاری کمیته اولین این مسئله یعنی که فعالیت خود را ثمره‌ناک مقصدناک براه مانده ایستاده‌اند و خیلی هم نتیجه های مثبتی خود را داده ایستاده است. حتی شهروندان ما که در مهاجرت هستند در کشور فدراسیون روسیه با اونجا گروه های کاری شخصان متخصص و خادمان دیگه رو ارسال می‌نمایند تا اینکه جوانان ما که بعضی ها میخوان اونها را گمراه کنند با اونها هم صحبت میشوند گروه های کاری ارسال میشه تا اینکه جوانان ما با گروه های افراطی و گروه های صاحب فکری تروریستی و اکستریمیستی هستند نپیوندند. استاد با پورگی نام نسب و وظیفه شما خواجه میرزاده مصلح‌الدین کارمند کمیته دین تنظیم علم جشن مراسم نزد حکومت جمهوری ترکستان.